وقتی یک اتفاق افتاده که دیگه افتاده، کارش نمیشه کرد. شما با همدلی و همراهی هستش که میتونید به طرف مقابلتون یک حس حمایتی و یک حس خوب رو القا بکنید. تمام کار دنیا این هستش که ما بتونیم یک حس خوب رو تجربه بکنیم، در لحظه حال و اکنون زندگی بکنیم و از با هم بودن لذت ببریم. به نام خدا، با درود و مهر خدمت تک تک عزیزان، سفیران نور و همراهان کانال عبور از تاریکی. به مجموعه خودتون خوش آمدید. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید حال دلتون، اوضاع روحتون و جیبتون پرپول باشه و در صحت و سلامت و شادی و شادکامی باشید. به هر حال در زندگی همه ما ممکنه فراز و فرودهایی وجود داشته باشه که گاهی وقتا احساس سرخوردگی داشته باشیم، از خودمون بدمون بیاد، شاید گاهی وقتا احساس بکنیم که جهان برخلاف روال و آرزوهای ما در حقیقت حرکت کرده و احساس سرافکندگی، سرخوردگی و شکست داشته باشیم. یکی از اون نقاطی که باعث میشه که جسم و روح ما تیره و تاریک بشه این هستش که بخوایم دائما خودمون رو مقصر همه چیز بدونیم و یا خودمون رو سرزنش بکنیم. اینکه اگر کار خطایی انجام دادیم در طلب دلجویی و بخشش بر بیایم و خودمون رو سرزنش و شماتت بکنیم چیز بدی نیست، اما نه بابت هر موضوعی بخوایم ما خودمون رو در مزان سرزنش قرار بدیم و روح خودمون رو تیره و تار بکنیم. هرگز عذرخواهی‌های بی‌دلیل انجام ندید. یعنی همیشه سعی بکنید به جا و با دلیل مشخصی اگر نیاز داره که از کسی دلجویی کنید یا عذرخواهی بکنید اون رو به زبونتون بیارید. چون بخش عمده‌ای از زندگی ما بر اساس آن چیزیه که در گفتارمون تکرار میشه. ببینید در روانشناسی‌های زرد یا از این کانال‌هایی که یا کتاب‌هایی که در حقیقت مسیر موفقیت رو به شما نشون میدن که طبیعتا فقط جز نویسنده هاشون کس دیگه موفقیتی براش حاصل نمیشه، عمدتاً آدم ها بر اساس آن چیزی که در زندگیشون تکرار میکنن به یک باور میرسن. در اپیزود قبلی هم اشاره کردم زمانی که یه آدم یک دروغی رو به خودش چندین و چند بار بگه و به دیگران، این دروغ براش به یک باور تبدیل میشه. مثل اغلب خرافاتی که در جامعه ما متاسفانه از قدیم الایام بوده گسترش پیدا کرده و امروز به باور خیلی از آدم ها رسیده. اما شما تکرار کردن کلمه ببخشید، کلمه عذر میخوام، عفو بفرمایید، یا اینکه من کوچیکتم، من نوکرتم و از این دست قبیل حرف ها همیشه سبب میشه که شما یک احساس شرمندگی و یک گناهکاری یا حقارتی رو همراه خودتون حمل بکنید که یواش یواش اون عزت نفس و شخصیت شما رو تحت تاثیر قرار میده. میگم اگر کار خطایی کردیم باید حتما تلاشی بکنیم در صدد رفعش، دلجوییش و عدم تکرارش. اما وقتی که شروع میکنیم دائما از کلمات منفی اینچنینی استفاده بکنیم، یواش یواش روح خودمون رو به سمت ضعف میبریم. یعنی این احساس رو به خودمون القا میکنیم که ما انسانهای حقیری، انسانهای ضعیفی و انسانهای شرمنده هستیم. خیلی وقتا در کلمات محاوره‌مون استفاده میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم که همچین حرفی رو زدیم. خب یکی از دلایل این که آدم‌ها خودشون رو سرزنش میکنن به خاطر عملکرد کارهایی که تا امروز داشتن. ممکنه خیلی وقتا میگم ما از کاری که انجام میدیم احساس رضایت که نداریم هیچ، خودمون رو هم مقصر بدونیم، مقصر کمی‌ها، کاستی‌ها و خیلی از اتفاقات. اما باید این رو در نظر بگیرید که همه ما در هر جایگاهی که هستیم، همه ما باید خطا بکنیم، باید تجربه بکنیم و باید سیر زندگی رو جلو ببریم. اما نباید یک اشتباه رو 2 بار یا چند بار تکرار بکنیم. اون دور از جون شما میشه حماقت. پس انسان آگاه اینه که تجربه بکنه، خطا بکنه یا از خطای دیگران عبرت بگیره و بتونه یک انسان کاملی باشه برای اینکه یک زندگی کامل رو تجربه بکنه. هر چقدر خودتون رو سرزنش بکنید چون اون اتفاق افتاده و دیگه جای جبرانش به اون شکل به اون زمان بر نمیگرده، طبیعتا این حس بد رو به شما انتقال میده
و باعث میشه که از اون گوهر درونیتون فاصله بگیرید. خب باید چی کار بکنیم؟ نمیگم هر کاری بکنیم و خودمون رو در حقیقت به سادگی ببخشیم، عفو بکنیم و کلاه سر خودمون بگذاریم. باید این کار رو دیگه تکرار نکنیم تا جایی که ممکن هستش خسارتی که به دیگران وارد کردیم رو جبران بکنیم و تمام تلاشمون این باشه که اصلا خودمون رو در چنین ورطه‌ای از مسائل قرار ندیم. اون وقته که میتونیم به این راحتی خودمون رو درای مسیر رشد و نور آماده بکنیم. سرزنش کردن جز احساس حقارت به ما هیچ چیز دیگه رو نمیده. اگر دیگران رو هم سرزنش بکنیم هیچ فایده ای نداره. خیلی از آدم ها رو به هر حال همه ما دیدیم که وقتی یک اتفاق میفته دائما طرف مقابلشون رو سرزنش میکنن. هی میخوان اون رو مقصر جلوه بدن. هی میخوان بگن که من میدونم و تو نمیدونی. خب خصلت خیلی از ماها اینه. من هم همینطور هستم یا همینطور بودم، اما دارم تمام تلاشم رو میکنم که اصلاح بکنم، اصلاح بیشتری انجام بدم تا اون حس سرزنش و تحقیر رو به دیگران القا نکنم. وقتی یک اتفاق افتاده که دیگه افتاده کارش نمیشه کرد. شما با همدلی و همراهی هستش که میتونید به طرف مقابلتون یک حس حمایتی و یک حس خوب رو القا بکنید. تمام کار دنیا این هستش که ما بتونیم یک حس خوب رو تجربه بکنیم، در لحظه حال و اکنون زندگی بکنیم و از با هم بودن لذت ببریم. مگر غیر از این چیز دیگه‌ای در جهان وجود داره؟ اگر ما خیلی وقتا تلاش میکنیم که به یک چیزی برسیم، به خاطر این هستش که آدم‌ها رو تحت تاثیر موقعیت خودمون قرار بدیم، اونها رو به سمت خودمون جذب بکنیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. حالا هر چقدر ما بتونیم انسان بهتری باشیم، طبیعتاً دایره آدم‌های خوب در کنار ما بیشتر میشه و یواش یواش اون در حقیقت نوری که وجود داره گسترده میشه، منتقل میشه و در زندگی همه منعکس میشه. به هر ترتیب امیدوار هستم که حال دلتون نورانی باشه. شما سفیران نور هستید. قرار کارهای بزرگی رو در کنار هم انجام بدیم. باید تا جایی که میتونیم به هم کمک بکنیم. ازتون خواهش میکنم که ویدیوها رو با عزیزانتون به اشتراک بگذارید تا رشد و آگاهی جمعی رو بیشتر بکنیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم خودمون و سرزمینمون رو آباد بکنیم. به هر حال در هر کجایی که هستید براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.